شخصانی که زبور کشاده برای نیازمندان و فقیران پول جمع می کنند با مصلحت پیشکی 10 یا 20% پولهای جمع شده را به نفع خود می گیرند یا می گویند برای زبور کشادنم مثلا 50,000 می گیرم. سوال اینجاست که آیا این مقدار مبلغی که از پولهای جمع شده به نفع خود می گیرند برایشان حلال است یا حرام؟ اولا از بلاگران و کسانی که زبور میکشایند و به چنین کارها مشغول هستند احترامانه خواهش میکنیم که نوار را تا آخر با دقت گوش اندازند، زیرا فهمیدن این مسئله دقت نظر میخواهد تا بعدا مسئله را نافهمیده شور و غوغا نبردارند. البته زبور کشادن و پول جمع کردن برای نیازمندان و فقیران کاری پسندیده و موجب اجر و ثواب است. کسانی که چنین کار را انجام میدهند در واقع مسئولیت خیلی بزرگی را به عهده میگیرند. الحمدلله این مسئله را طبق فقه مذهب حنفی تحقیق کردیم و میخواهم خلاصه آن را برایتان بیان نمایم. این مسئله دو صورت دارد. صورت اول این است که پیشکی با نیازمند و فقیر عهد و مصلحت کرده شود که من به نام تو زبور میکشایم و در عوضش 10 یا 20% پولهای جمع شده را میگیرم. این را در شریعت عقد اجاره میگویند، چون این عقد بنابر چند سبب فاسد و ناروا است و پولی که در عوض میگیرد حرام است. اولا اینکه مزد کاری که مصلحت کرده اند 10 یا 20% نامعلوم است. ثانیا اینکه این عقد مانند قفیز طحان است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از آن منع فرموده اند. مسئله قفیز طحان را علما و طالب علمان بهتر میدانند. و دیگر اینکه در نزد علمای مذهب حنفی تعیین کردن مزد کارگر از کاری که می کند فاسد کننده عقد است. بنابراین چون این عقد فاسد و پولی که برای زبور کشادنش می گیرد حرام است. اگر برای زبور کشادن مبلغ معینی را تعیین کردند، مثلا 50,000 و شرط نگذاشتند که این مقدار پول را از خیرات جمع شده می دهد، در این صورت چون این عقد صحیح می شود و پولی که برای زبور کشادنش می گیرد حلال است. در این صورت وقتی پولها جمع شد، فقیر و نیازمند می تواند این 50,000 را از پولهای جمع شده بدهد. صورت دوم این است که بین نیازمند و کسی که زبور می کشاید هیچ عهد و مصلحتی نبود که 10 یا 20% پولهای جمع شده را می گیرد. در این صورت کسی که زبور می کشاید حق ندارد از پولهای جمع شده 10 یا 20% بگیرد. 1 روبل هم حق ندارد بگیرد، زیرا کسانی که زبور کشاده پول جمع می کنند از جانب خیر کنندگان وکیل هستند که پول آنها را به نیازمندان می رسانند و طبق قاعده شرعی وکیل نمی تواند برخلاف امر موکل خود عمل نماید. تنها در صورت برایشان حلال می شود که وقتی با نام یک شخص معین زبور کشاده به طریق نوار اعلان می کنند، آشکارا بگویند یا در نوارشان بنویسند که از این پولها 10 یا 20% را همچون مزد کاری یا برای خراجات رکلام می گیریم، مثلا برای ثبت نوار، راهکرا و غیره. در این صورت این مقدار مبلغی که می گیرند برایشان حلال است، چون که خیر کنندگان وقتی خیر کردن می دانند که 10 یا 20% را وکیل یعنی کسی که زبور می کشاید می گیرد و آنها بر این کار راضی هستند، زیرا اگر راضی نمی بودند دیده و دانسته خیر نمی کردند. به همین خاطر اگر کسانی که زبور می کشایند آشکارا اعلان کنند که از پولهای جمع شده 10 یا 20% را یا یک مقدار مبلغ معین را می گیریم، در این صورت این مقدار مبلغی که می گیرند برایشان حلال می شود. البته این در صورتی است که بین نیازمند و کسی که زبور می کشاید
هیچ عهد و مصلحتی نبود که 10 یا 20% میگیرد. ناگفته نماند که عموما در یک فوند خیریه 3 نمود مبلغ‌های پولی جمع می‌شوند که مسئولین اداره هر یکی را علاهیده گذاشته در جایهای خود باید صرف نمایند، نباید آنها را آمیخته کنند. یکم صدقات واجبه مثل زکات، فدیه، صدقه فطر و غیره. صدقات واجبه باید به مستحق زکات داده شود. از این نوع خیرات برای مزد کارگران، راهکرا و غیره پول جدا کردن جایز نمی باشد. دوم صدقات نافله مثل صدقات نفلی، هدیه، هبه و غیره. از این نوع خیرات جایز است که برای مزد کارگران فوند، خراجات رکلام و غیره به قدر ضرورت پول جدا کرده شود. سوم پولهایی که به یگان مقصد خاص جمع آوری می شوند. زبارهایی که امروزها اعلان می کنند به همین قسم سوم تعلق دارد، چون که به مقصد خاص یعنی برای یک شخص معین پول جمع می کنند. در این صورت خیر کنندگان موکل یعنی وکیل کننده و بلاگران و کسانی که زبار می کشایند وکیل هستند و طبق قاعده شرعی وکیل حق ندارد برخلاف امر موکل خود عمل نماید، زیرا مردم پول را برای وکیل نمی دهند بلکه برای نیازمند می دهند که به نامش زبار کشاده اند و وظیفه وکیل تنها رساندن خیرات به نیازمندان است، نه چیزی دیگر.